طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. شهر مبارک مدینه منوره. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر مبارک مدینه منوره در گذشته یثرب نام داشت. با آن درختان زیاد و بوی خوش نخل خرماها شناخته میشد. مدینه بین دو کوه از سنگ سیاه که آن را حرم نامیدند واقع شده بود. در جنوب آن کوه عیر و در شمال آن کوه احد قرار داشت. و خانه‌های ساکنان از سنگ ساخته می‌شدند و در مرکز شهر مسجد نبوی جایگیر شده بود. همه راه‌ها به سمت مسجد می‌بردند. سقف آن از برگ‌های درخت نخل یعنی خرما ساخته شده بود. در آخر مسجد جای قرار داشت به نام صفه که این مکان برای فقیران و طالب علمان بود که شب و روز در نزد مسجد اقامت می‌کردند. در همین منطقه حجره‌های زن‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم جای داشتند، از جمله حجره عایشه رضی الله عنها، حجره علی و فاطمه، حجره زینب، حجره حبیبه، حجره جویریه، حجره صفیه، حجره سوده و حجره ام سلمه رضی الله عنهم. و نزدیک به این خانه‌ها خانه ابوبکر صدیق و عمر خطاب رضی الله عنه نیز بودند و همچنین خانه‌های عمرو ابن عاص و خانه خالد ابن ولید نیز در همین محله جایگیر بود. و در قسمت شرق مدینه مقبره بقیع قرار دارد، جایی که بسیاری از صحابگان بزرگ و مادران مؤمنان دفن شدهاند. در همون منطقه خانه عثمان ابن عفان نیز بود. او دو خانه داشت، خرد و کلان، که خانه کلانش در پهلوی خانه ابوبکر صدیق رضی الله عنه قرار داشت. و همچنین در این شهر باشد سقیفه بنی سعیده جایگیر بود، جایی که صحابه ها پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم جمع آمدند تا خلیفه مسلمانان را انتخاب و تعیین کنند. در مدینه بوستان ابو طلحه نیز بود که در آن چاه بنو بعر جایگیر داشت. وقتی که الله سبحانه و تعالی این آیه کریمه را نازل کرد، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، شما به نیکی کامل نمیرسید تا آن چیزهای دوست داشته تر را در راه الله نفقه کنید. ابو طلحه گفت یا رسول الله، من این باغ را برای الله سبحانه و تعالی و رسولش میبخشم. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم این هنگام فرمودند بخ یعنی آفرین بر تو، الله تو را موفق گرداند ای ابو طلحه. این است مدینه منوره، مدینه مبارک، شهری که نور از آنجا جهان را پهن شد، شهری که محبت رسول صلی الله علیه و سلم در هر گوشه آن احساس کرده می شود.